أينما كنا أينما الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سوره التکاثر. قتاده رحمه الله می فرماید سوره التکاثر درباره یهود نازل شده که می گفتن نحن اکثر من بنی فلان و بنو فلان اکثر من بنی فلان شغلهم ذلك حتى ماتوا ضلالا. بعضی از قبایل یهود بالای یکدیگر افتخار میکردن، میگفتن ما از بنو فلان بیشتر هستیم، عدد ما زیادتر است، و همچنان بنو فلان از بنی فلان عددشان بیشتر هستند، و به همه چیز مشغول شدن، به همین مباهات و افتخار بالای یکدیگر، حتی اینکه به همین گمراهی و زلالت از دنیا رفتن. و این افتخار و مباهات بالای یکدیگر اینها را مانع شد که حق قبول کنند و اوامر الله تعالی را بجا بیارن و رسول الله صلی الله علیه و سلم تصدیق کنند. مقاتل رحمه الله می فرماید که این سوره درباره دو قبیله از قریش نازل شده که اونها بالای یکدیگر فخر میکردند و هر یکی ادعا میکردند که ما نیرومندتر و اشرافتر و تعدادمان بیشتر است نسبت به دیگری. حتی امی افتخارشان از زنده ها به مرده ها تجاوز کرد که رفتن داخل قبرستان ها مرده ها را شماریدن که مرده های کی بیشتر می باشه، و همین چیز اینها را مشغول ساخت و از دنیا رفتن و حق قبول نکردن و به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان نیاوردن. البته امو مردمی که به می مرض مبتلا بودن و تعداد بزرگی از قریش باز ایمان آوردن. سوره التکاثر ترجمه لفظیش بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر. الها یلهی الها به معنای مشغول کردن، مشغول ساختن، و ضمیر کم ضمیر متصل در محل نصب مفعول به. التکاثر ای فاعل است مرفوع به رفع ظاهری متأخر، مفعول به متقدم است و فاعل متأخر اینجا بنا به اهمیتی. الهاکم التکاثر. الهاکم شما را مشغول ساخت، التکاثر زیادتی، افتخار به کثرت، افتخار به مال زیاد یا افتخار به قوم زیاد، به قبیله زیاد، افتخار به عددی بیشتر. ای شما را مشغول ساخت. از چی مشغول ساخت؟ از یاد آخرت مشغول ساخت، از ایمان به الله تعالی مشغول ساخت،
و همچنان از اطاعت الله تعالی و اوامر پروردگار و اجتناب از محرمات. تمام از این شما را مشغول ساخت. حتی زرتم المقابر، حتی اینکه شما زیارت کردید المقابر. مقابر جمع المقبره، قبرستان ها را. یعنی به همی گمراهیتان، به همی افتخار بالای یکدیگر و افتخار به مال و زندگی و فرزند و به اینها مشغول شدید و زندگی خود به همین منوال و به همین طریقه پیش بردید تا اینکه مردید و از دنیا رفتید و شما را داخل قبر بردن. تا او وقت به همین گناه آغشته بودید، به همین گناه گرفتار بودید. یا این که مطابق شأن نزولی که ذکر کردیم، یعنی شما را کثرتگرایی و افتخار به قوم و قبیله و عدد و قوت و اینها مشغول ساخت و حتی زنده ها شما را مشغول ساخت و از زنده ها هم تجاوز کردید، مرده ها هم شما را مشغول ساخت. رفتین به قبرستان ها و مرده های یکدیگر را شمار کردید که مرده هایی کی بیشتر می باشه. متاسفانه این صفت قبیح و این غفلت در مسلمان های امروزی چقدر زیاد است و به این مرض چقدر گرفتار هستند. کسی را مال فریب داده، افتخار به مال خود و سرمایه خود و زندگی خود میکنه، به فرزندان خود و خانه های خود. زمین، چقدر زمینی زیاد داره، چقدر طلای زیاد داره، چقدر پول زیاد داره و دیگران را چقدر حقیر میشمارد و کسی را قوم و قبیله و زبانش و مذهبش فریب ساخته و بالای یکدیگر به اینها افتخار میکنن. یکی خود عربی میدانه بالای عجم برتر میدانه و عجم در میان خود قومها و قبیله ها شدن، بالای یکدیگر افتخار میکنن. عرب ها همچنان در داخل خودشان قبایل مختلف هستند، بالای یکدیگر افتخار میکنن. قبیله فلانی از قبیله فلانی بیشتر است و خوبتر است و مردم اشرافتر هستند. و حتی داخل مذاهب اهل سنت بجز یعنی بغیر از اهل سنت مذاهب اهل بدع دیگری زیاد است، ما اونها را ذکر نمیکنیم. البته اهل سنت داخل خود یعنی یکی به مذهب حنفی وابسته به مذهب حنفی به مذهب خود افتخار میکنه، یکی به مذهب شافعی و دیگر به مالکی و دیگر به حنبلی و هر یکی ادعا دارن که ما بیشتر هستیم، ما بر حق تر هستیم و به علمای خود و به کتابهای خود تعصب دارن و بجای از اینکه دینی واضح و دینی روشن و دینی سچه پروردگار به مردم به طریقه درست برسانن و این امرهای ناچیز و این دعوتهای بسیار منتین و پلیدی که مسلمان ها را صفشان از بین میبره، قدرتشان از بین میبره، قوتشان از بین میبره، مشغولی از اینها شدن. و با خاطر میبینیم حالت مسلمان ها در وقت ما، در عصر ما چقدر حالتی خراب است و چقدر ضعیف هستند و در مقابل دشمن در هر صفی که ایستاد میشن صفشان متفرق است، نمیتونن یک دست در مقابل دشمن ایستاد شوند. پس اگر چند شأن نزول سوره درباره کفار هم بوده باشه، اما مرضی را که کفار مبتلا بودن، مردم قریش مبتلا، قبایل قریشی مبتلا بودن یا قبایل یهودی مبتلا بودن، مسلمانی که به اون مرض مبتلا شوه باز ای آیت شامل یمو هم میشه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. شما را مال دنیا، زندگی دنیا، شما را فرزندانتان، شما را قوم و قبیله و قوت و بازوتان، شما را ملکتان، پادشاهیتان از یاد الله تعالی، از یاد آخرت و از اوامر الله تعالی و از منهیات الله تعالی غافل ساخت تا اینکه به می درجه بودید و به می طریقه زندگی خود گذرانیدید و رفتید به قبرها. کلا سوف تعلمون. کلا این چنین نیست.
این چنین نیست که شما انجام میدهید و انجام دادید و شما این کارهایی را که شما انجام میدهید، این حقیقت این چنین نیست. سوف تعلمون، بلکه زودی است میدانید. حقیقت است. سوف از جمله حروف تسویف و سین و سوف داخل میشه در الفعل مضارع و زمان مضارع را قریبتر میسازه. یعنی سوف تعلمون، زودی است که شما میدانید حقیقت و نتیجه کردار بدتان، اعمال زشتتان که بالای یکدیگر افتخار میکردید و با مال و با زندگی و با قوم و قبیله مباهات داشتید، نتیجه از این زودی است که در آخرت میدانید. سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. سوف تعلمون 2 مرتبه تکرار شده. البته تکرار دلالت به تغلیظ امر میکنه، یعنی قباحت و شناعت امر میکنه که امر ای کاری را که شما انجام میدهید بسیار کاری قبیح است، کار زشت است، کار بسیار زیاد بد است، باید که از این خودداری کنید و ای را بگذارید، متوجه آخرتتان شوید، متوجه الله تعالی بوده باشید. ثم کلا سوف تعلمون، باز این چنین نیست، باز این چنین نیست. یعنی این چنینی که شما انجام میدهید و شما را چیزهایی که مشغول کرده و به او مصروف شدید، این چیزی نادرست است، امری نامعقول است. سوف تعلمون، زودی است که حقیقتی گمراهیتان میدانید، حقیقتی آنچه که شما را مشغول ساخته، حقیقتی زیرا میدانید در آخرت. گفته شده سوف تعلمون اول خطاب برای کفار است و سوف تعلمون دوم خطاب برای مؤمنین، یا هر دو برای کفار و مؤمنین هر دو خطاب هستند. البته اینجا تأکید است، هر دو را کفار و مؤمنین شامل میشد، تأکید است و تأکید برای شناعت امر و برای قباحت امر که امری که اینها را مشغول ساخته امر بسیار قبیح است. کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا این چنین نیست، مناسب نیست که شما این کار انجام بدهید. لو تعلمون علم الیقین، اگر شما بدانید به علم یقین، به علم یقین اگر شما بدانید، عبارت محذوفش چیست؟ این کار شما انجام نمیدادید، آخرت فراموش نمی کردید، از الله غافل نمی شدید، از اوامر الله تعالی غافل نمی شدید، از منهیات غافل نمی شدید. لیکن متاسفانه شما نمیدانید به علم یقین. علم یقین امو درجه یقین، در یقین امو درجه را گفته میشه که انسان با شواهد و ثبوت محکم به درجه میرسه که یقین میکنه امی امر به می قسم است و هیچ ترددی در او امر ندارد. لترون الجحیم، البته به تحقیق یقینا شما میبینید الجحیم جهنم دوزخ را. ثم باز لترونها، البته به یقین میبینید شما جهنم را. عین الیقین، به چشم یقین. عین الیقین، به چشم یقین. دیدن جهنم، البته این آیات بعضیا گفتن خطاب به کفار است، یعنی کفاری که به همین مرض مبتلا بودن، همراه کفرشان به افتخار و مباهات بالای یکدیگر، همراه از به این جرم هم مبتلا بودن. آیات خطاب به این هاست که شما نتیجه امی جرائمتان، اعمال قبیحتان در آتش جهنم میبینید. وقتی که آتش جهنم دیدید، جزای زیرا در اونجا هم میبینید. یا این که ای آیت خطاب به کفار و مسلمان ها همه است، یعنی حتما آتش جهنم کافرم میبینه، مسلمانم. در سوره مریم میگه و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا
و نذر الظالمین فیها جثیا. آتش جهنم همه انسانها چه کافر باشه چه مسلمان میبینن و واردی از او هم میشوند. و البته الله تعالی متقین را، بندگان خالص و پرهیزگار و متقی را از او بچ میکنه، نجات میدهد از عذاب جهنم. داخل میشوند، میبینن قسمی که آتش بری پیامبری بزرگ خود ابراهیم علیه السلام سرد ساخت و آتش ابراهیم نسوزاند و همین قسم آتش جهنم مسلمان ها را، بندگان خالص نمی سوزاند، داخلی جهنم می شوند و جهنم می بینند. و اما کفار در جهنم باقی می مانند و همون مسکنشان و جایشان می باشه. یا این که مسلمان ها هنگام عبور از صراط، پل صراط که بالای جهنم گذاشته شده، هنگام عبور جهنم را می بینند. عین الیقین یعنی بچشم یقین. این اشاره میکنه درجات یقینه، یکی علم الیقین، یکی عین الیقین. علم الیقین اینجا شواهد است، ثبوت است که این ثبوت انسان به یقین میرسانه. از این بالاتر از ثبوت به چشم دیدن است که انسان به مرحله کاملا یقین میرسه. و البته درجات یقین تفاوت میکنه در هر کدامش. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. و باز حتما البته به یقین یومئذ در روز لتسألن پرسان کرده میشوین عن النعیم از نعمتهایی که در دنیا الله تعالی براتان میسر کرده، نعمتهای ظاهری و باطنی، نعمتی صحت و عافیت، نعمتی امن و امان، نعمتی بدن زیبا و قشنگ که به چه قدر زیبایی الله تعالی بدن تو را ترکیب کرده، دستی زیبا، دستای زیبا، چشمان زیبا، پاهای چقدر قوی و محکم که هر جا به ذریعه از اینها سفر میکنی، میروی، مینشینی. و همچنان دیگر اندام و داخل انسان قلب و اعضایی که انسان سبب حیات و زندگیش است. و همچنان نعمت اسلام، نعمت دین، نعمت قرآن، نعمت پیامبر و نعمت خوردن و نوشیدن، همه نعمتهای پروردگار که نعمتی که انسان تنفس میکنه، نعمت هوا، نعمت زمینه که الله تعالی برای انسان آماده کرده برای سکونت، نعمت آبها و دریاها و همچنان کوهها را که برای انسان مسخر کرده، تجارتی که در داخل زمین، انواعی از تجارت ها و انواعی از خیرات الله تعالی گذاشته برای انسان، همه زیر مسخر کرده. از تمام این نعمت ها انسان پرسان کرده می شود. و همچنان نعمت سرمایه و زندگی، از کجایی را کسب کردی، در کدام را مصرف کردی، از این هم انسان پرسان می شود. از این سوره بعضی فواید دانسته میشه، از جمله مذمتی تفاخر بالای یکدیگر، فخر کردن بالای یکدیگر و مباهات به مال و زندگی و فرزند و قوم و قبیله، این عمل بسیار مذموم و قبیح است که باید مسلمان ها از این خودداری کنند. و همچنان این عمل سبب شکست مسلمان هاست، سببی از بین رفتنشان، صفشان پاره میشه و قوتشان از بین میروه و تنهایشان تقسیم میشه و بغض و کینه و عداوت و دشمنی در میانشان بیشتر میشود. و همچنان از این سوره عاقبت بدی غفلت دانسته میشه، غفلت از طاعت پروردگار، اوامر الله تعالی، و همچنان غفلت از منهیات الله تعالی، چیزی که الله منع کرده از این باید انسان مسلمان اجتناب کنه، از تفریقه، از تکبر و غرور، افتخار بالای یکدیگر. و همچنان از این صورت مرحله قبر، مرحله برزخ که یک مرحله عبوری است، مرحله اقامتی دائمی نیست، از این را دانسته میشه،
چون الله تعالی فرمود حتی زرتم المقابر، حتی اینکه شما زیارت کردید المقابر، زیارت کردید یعنی اقامت دائمی ندارید اینجا، زیارت میکنید بس. زائر امر گفته میشه کی به جای میآید و باز از اینجا پس سفر میکنه، اقامت دائمی نداره. و البته اقامت دائمی در دار آخرت می باشه. و همچنان از این سوره مذمتی تعصب دانسته میشه، تعصب به قوم و قبیله و مذهب و وطن و زبان و هر چی که بوده باشه، همه انواع تعصب مذموم است و این سببی از بین رفتن مسلمان هاست. باید که از این خودداری کنن. و همچنان از آیت از این سوره درجات یقین دانسته میشه، اشاره کردیم علم الیقین و عین الیقین. و همچنان شکر نعمتهای پروردگار، نعمتهای ظاهری است یا باطنی، و پاس آن نعمتها را قدرش بدانیم. قدر نعمتت افزون کند، لئن شکرتم لازیدنکم. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد والحمد لله رب العالمین.